روباه. شیر پادشاهی حیوانات بیرو بیمار شد و او را مجال شکار کردن نماند. در این حال اودایچه دربار خود روباه و دسترخوانچی‌اش شغال را دعوت کرده گفت: سالهای دراز شما از دسترخوان من نان و نواله خورده اید. امروز که من بیمار و بیحالم، همین خوراکی مرا خوردنتان لازم است. روباه با ادب زمین بوسیده از پیش شیر برآمده رفت و دشت و صحرا را گشته با آهو روبرو آمد و گفت: حضرت پادشاه اعظم بیمار شدند و عهد کردند که بعد از این خون ریه خود را نریزند و به گوشت و روغنی آنها آبی دهان نمیازانند و شکر این مرحمت ذات عالی به ما لازم است که رفته عرض تشکر نماییم. آهو راضی شد و هر دو به طرف دربار شیر رهسپار گردیدند. وقتی که آنها به پیش شیر رسیدند، روباه سر خم کرده عرض تشکر کرد و بعد از وی آهو هم به پیش شیر سر خم کرده عرض تشکر کرده بود که شیر دست خود را یازاند و به یک فشار حلقوم وی را دراند. تو که دسترخوانچی دربار ما می باشی، این طعام را تقسیم کن. شش، جگر، گرده، دل، تن و توشش از آن حضرت پادشاه است. سر و گردنش از آن اودایچی و برای فقیر پاچه هایش بسنده. حالا تو می خواهی با همین زبانت گوشت ریه مرا تقسیم نمایی و با دندانهای دست و پای او را خواهی؟ اکنون این خدمت را تو ادا کن. جهان پناها، شش، جگر، دل و گرده آهو طعام پگاهی شما، تن و توشورانهایش طعام نیمه روزتان و کله و پاچه هایش طعام شبانه شما. حضرتم برای این بنده سلامتی شما ذات عالی بسنده است. ای وزیر صاحب تدبیر من، این گونه تقسیم عادلانه را تو از کی آموختی؟ از کی می شد؟ از گردن شکسته و شکمی دریده شغال آموختم.